مکان‌هایی در دنیا وجود دارند که نگاه کردن به آنها باعث تغییر دیدگاه یا حس انسان می‌شود. نه قتل، نه روح، فقط حس واقعی و روانشناختی ترس. بعضی مکان‌ها هرگز نباید دیده شوند. آنچه دیده می‌شود، ذهن تو را تغییر می‌دهد. شاید فکر می‌کنی که فقط نگاه می‌کنی، ولی حقیقت هیچگاه به کسی بازگو نمی‌شود. مردم می‌گویند این مکان‌ها متروکه‌اند، اما آنها چیزی را پنهان می‌کنند. شاید تو هم نباید آن را می‌دیدی. اگه جرأت داری بگو چه حسی داری و آیا هنوز می‌خوای آن را ببینی یا نه؟